سلام بچه‌ها، امروز اومدیم با یک آموزش دیگه، آموزش ساخت زمین صاف که هیچی نیست. یه پلتفرم سنگیه، نمیدونم چند در چنده، به غیر از اون دیگه هیچی نیست، مثل وردای عادی نیست. اول از همه میزنید روی این که هممون میدونیم برای ساخت ورده، بعدم میزنید روی این، بعد که اومدید اینجا دکمه کریتیو میزنید چون که سروایو نمیشه. بعد میاد پایین یک گزینه دومیه که عکس آتیش داره، وب نکست کردیم. خب بعد شما میاد این گزینه رو صبر کنید، خیلی بزرگ شد، این گزینه رو میزنید روش. بعد اینجا انواع مپ‌های صاف آورد و شما میزنید روی این گزینه. بعد داخل این محبت مثلا ردیفا نشون میده، مثلا بلاک اول درد، دوم چیز گرس درد، لایه سوم که بدراک. حالا ما میریم یه لول پایین‌تر، میریم یه سنگ بهش اضافه شد، اینجا واتر میزنیم. حالا بریم سراغ اصل ویدیو. هم کلیک کنید روی این آخریه، کلیک کنیم سنگ آورد، پلتفرم سنگی. و خواستید اینو کپی میکنید، نه نزنید روش، میره داخل سایت. خب ما دوباره بریم ماینکرافت بالا بیاد. ماینکرافت بالا اومد. خب بعد ساخت ورد رو میزنید، بعدش اینو میزنید آبیه همه میسید تا بالا بیاد. پلتفرم سنگی بالا اومد، همونطور که میبینید روش میشه چیزی میز گذاشت. تو ارتفاع 365 میشه روش چیز گذاشت، اما زیرش میگه نه، اونجا منفی 64 بده، یعنی زیرش نمیشه گذاشت. همونطور میتونید بکنی بهترین ورد برای ساخت. این هم که اگر بخواید مثلا پلتفرم سنگی رو خاص کنید با این یه دونه اینه که الان من مثلا خالی کنم زیرم هیچی نیست و میفتم داخل ورد. این شد از آموزش ما. بای بای.